دادگاه در هند امروز به نظر می رسد نقطه نهایی را در قضیه 12 ساله جنجال برانگیز مربوط به هنرپیشه سینما سلمان خان گذاشت. دادگاه گفت که گناه ستاره سینمای بالیوود در یک سانحه اتومبیلی سال 2002 اثبات شد. هنرپیشه در حالت مستی سوار ماشین تویوتا لند کروزرش یک مرد بیخانه و در را کشته و 3 نفر را مجروح کرده است. سلمان خان با حکم دادگاه باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند. طول یافتن محاکمه این هنرپیشه از سوی به رد شدن گناهش از جانب ارتباط میگیرد که گفته است در سری چنبر ماشین وی و راننده‌اش نشسته بوده است. هنرپیشه معروف و محبوب نه تنها مردم هند بلکه میلیون ها طرفداران دیگر در سراسر جهان از جمله در تاجیکستان هم اکنون در کریر خیلی موفق خود نقطه میگذارد. حتی حساب شده است که بالیوود بعد این 31 میلیون دلار درآمدش را میتواند از دست بدهد، چون باید قراردادهای در گذشته بسته را قطع کند. حالا در استودیو با ما فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانی رادیوی آزادی هستند، یکی از مخلصان سلمان خان و هم از خبرنگارانی که از آغاز این قضیه را پیگیری کرده است. خب فرشته جان، شما حکم دادگاه هند را در نسبت این هنرپیشه معروف چگونه قبول کرده؟ خب سلمان خان که 49 سال داره، این قضیه امروز نیست، قضیه از 12 سال پیش است. از 12 سال پیش سلمان خان و هوادارانش بر همین ادعا می‌کردند که در این سانحه خود سلمان خان نه بلکه راننده‌اش موتر وی را درایو میکرد و بر سر 5 بیخانه که موتر از این رانده شد خود سلمان خان دو دست نداشت. بالاخره امروز محکمه حکم خود صادر کرد و به این قضیه قسم که شما اشاره کردین نقطه پایان گذاشت. برای هواداران سلمان خان که در سراسر جهان هستند یک خبر ناخوشاینده است. چرا که سلمان خان در اوج کریرش است. سلمان خان بسیار پروژه های کلان را با پرودکشن هاوس های بسیار خیلی گرانبها و قیمتی زیر دست دارد و ممکن برای 5 سال 10 سال و یا برای همیشه هوادارانش دیگه نتونن او را در پرده سینماهای هندوستان ببینن. یک چیز دیگر، مثلا وقتی درباره زندگی نامه یا کارنامه سلمان خان در اینترنت میخوانی، چون کشور کمی دورتر از تاجیکستان است، تمام قضیه ها را نمی شود از نزدیک پیگیری کرد. همین گونه معلومات در می آید که خود شخصیت او هم به عنوان یک انسان همچون یک شخصیت هم خیلی بحث برانگیز است. در یک قضیه آخر سالهای 90 آغاز سالهای 2000 و در یک قانون ویرانکنی به زبان تاجیکی در یک جنایت دیگری دست داشته است که مربوط به شکاری غیر مجاز است و حتی لقب بد بوی تو را گرفته بوده است. می شود گفت که واقعا نقص در خود این شخصیت است. خب سلمان خان از هنرپیشه های هندوستان است که با آغاز در 1984 اولین فیلمشه آغاز به کار کرد، مگر در او فیلم چندانی شناخت حاصل نکرد. بالاخره در آخر سالهای 1980 و شروع دهه 90 ای با یک فیلم به نام مینه پیار کیا ای به اوج شهرت رسید و ای جایزه های خیلی زیاد را از به عنوان هنرپیشه مرد در هندوستان گرفت و جوانی خیلی جنجال برانگیز داشته. سلمان خان با به خاطر مصرف زیاد الکل همیشه قابل توجه بوده و یایی که همیشه با دخترایی که داشته اونا را حتی با اونا خشونت کرده و مورد لطکوب قرار داده. این همیشه خبرساز بوده. مگر بعد از سال 2005 میلادی در شخصیت سلمان خان یک تغییری که خیلی بیننده بود، یک قابل توجه بود در شخصیت از آمد. سلمان خان یک انجیوی را خودش با حمایت مالی از خودش باز کرد. یک انجیو یا مؤسسه خیریه را ایجاد کرد که به نام Being Human یا انسان بودن. و این تمام هزینه از این مؤسسه که با فروش تیشرت های از او، با فروش گیلاس های با امضای سلمان خان است و یا با محافل چریتی، این تمامش بر اشخاص محروم، با اشخاصی که مثلا دسترسی به تحصیل ندارن
پول زیر پرداخت میکرد و همچنان در تقریبا 20-25 مؤسسه خیریه دیگه همی شرکت داشت و در سال گذشته در 2014 میلادی ای با پرداخت $80,000 به زندانیان اتر پردیش، محبس در اتر پردیش ایالت هندوستان، ای 400 زندانی را رها ساخت. این زندانیان حبسشان پوره شده بود. جان اونها را خرید. اونا کسایی بودن که حبسشان پوره شده بود مگر پرداخت جریمه را توانش نداشتن. این جریمه‌شان پرداخت. از این حساب هوادارای خیلی زیاد داره و مردم فکر میکردن که سلمان خان شخصیتش کاملا از او بد بای که بود حال دوباره به یک انسان گود بای تبدیل شد. خب کاریری و یعنی مثلا هنرنمایی و در سینمای هند تا کجا با همین خاتمه مییابد؟ و سوال مطرحی دیگر خیلی مهم به نظر من از نظر تماشابین البته که مثلا سینمای هند آیا با زندانی شدن سلمان خان واقعا هم یک هنرپیشه خوب رو از دست میدهد و یا جای او رو به زودی یک کسی دیگر گرفته میتواند؟ خب در جواب سوال اول شما، سلمان خان نه تنهایی که از پرده های سینمای هندوستان به دور میمانه برای 5 سال، اصلا انتظار میرفت که سلمان خان به 10 سال حبس محکوم شود، مگر دادگاه که اعلان کرده که به 5 سال. خب این بار اول نیست که یک ستاره معروف هندوستان در پشت میله های زندان میره. پیش از این سنجیدت هم بارها او هم یک خیلی شخصیت جنجال برانگیز سینمای هندی بوده و پیش از این هم چندین بار به زندان رفته و حال هم در زندان به سر میبره، مگر او شهرت خود از دست نداده. پس وقتی که یک هنرپیشه در هندوستان با اینطور یک جنجال به پشت میله های زندان میره بعد از یک قضیه که 12 سال ممکن که بهای از او را 2 چند و 3 چند پرداخته باشه، من فکر نمی کنم که این نقطه پایان برای کار از او باشه. ممکن که وقتی که دوباره برگشت از او یک مدت تایم را بگیره. منتها سلمان خان از یک فامیل فیلمی است، فامیل است که پدرش نویسنده است، برادرش اکتر است، برادر دیگه خودش دایرکتر و پرودیوسر است. اونا برای زمینه را مساعد میکنن. این نقطه پایان برای کار از او، برای هنرنمایی از او نیست. فکر میکنم این قضیه یک درسی یک حکمت خیلی مهمی دیگری دارد، البته که در برابر قانون هیچ شخصیت معروف یا شناخته یا نفر عادی مثلا دیگر فرق نمی کند، در برابر قانون باید همه یک باشد. تشکر به شما فرشته نگاه، همکاری ما در رادیوی افغانستان آزاد که از آغاز قضیه سلمان خان را پیگیری میکردند، به سوالهای ما پاسخ دادند. تماشابینان ارجمند، اگر شما نظر خود را در این باره درباره قضیه سلمان خان داشته باشید، زیر این مصاحبه و زیر مطلب در رادیوی آزادی می توانید فکر خود را نوشته کنید.